من الان کیس مرتد، شما به من بگو تمام تلاشتو بکن که منو نکشی، آخرین روش منو بکشی. بفرمایید جلو. خب حالا من دارم گزارهای عقلی مجازات شما عقلا منو ببین چطوری باید بکشی. بفرمایید. عقلا اینه که شما اگه به این روش ادامه بدید افرادی پیدا میشن مثل آقای مقصودلو یا دیگران خیلی راحت شما رو تحویل میدن، به همین راحت. خیلی خب، عقلانیت خیلی مهمه. یعنی میگه آقا این چیه، مثلا این یارو میاد میگه سبان نبی رو باید بکشی، سبان نبی رو باید بکشی، خود عقلت هم به کار بنداز دیگه. چی میگه این عقلانیت باید داشته باشی. یعنی من داره میگه آقا این بربریت رو بذارید کنار. آقای خدا شاید یه مملکت پیشرفته که مردمانش عقلشون بالاست پیدا بکن که آدمای وحشی باشن، بزنن مجازات کنن و در به داغون کنن ملت. ببین این پیونیتیو مجازاتی، آموزش مجازاتی به درد نمیخوره. آموزش رحمانی چه میدونم یه مدل چیه اونا به درد میخوره. به تنبیهی خوب نیست. مگه اینطور نیست؟ شما باید تا اونجا که ممکنه تخفیف بدید، نه که تشدید کنی. خدا شاهده از قرآن نمیشه استنباط کرد این همه مجازاتی که شما داری در میره. تمام این احادیث هم که میگه آقا نمیدونم مهربان باشید و خدا میبخشه و حالا ولش کنین و عقلش نمیرسه ما یه ثوابی میدیم.